هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود خداوند متعال میفرماید نماز را بین خود و بندم به دو قسم تقسیم کردم و برای او هر آنچه که طلب کند یعنی بخواهد برآورده میکنم. وقتی که بنده میگوید سپاس و ستایش شایسته پروردگار جهانیان است، خداوند متعال میفرماید بنده مرا سپاس و ستایش کرد. وقتی که بنده میگوید خداوند بخشنده و مهربان است، خداوند متعال میفرماید بنده مرا ستود. وقتی که بنده میگوید خداوند صاحب روز سزا و جزاست، خداوند میفرماید بنده مرا با بزرگی یاد کرد، مرا تمجید کرد. یک بار هم میفرمودند بنده هم کار را به من واگذار کرد. وقتی که بنده میگوید تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو کمک و یاری میخواهم، خداوند متعال میفرماید این بین من و بندم است و برای بندم هست هر چی میطلبد. وقتی که بنده میگوید مرا با راه راست هدایت کن، راه کسانی که به آنها نعمت داده ای، نه راه کسانی که مورد خشم قرار گرفتند و نه راه گمراهان، خداوند متعال میفرماید این برای بندم هست و برای اوست آنچه طلب میکند. شیطان میگوید قسم به بزرگیت ای الله، تا آن دمی که جان در بدن بنده هایت هست من آنها را گمراه میکنم. الله تبارک و تعالی میگوید قسم بر آن بزرگیم تا آن دمی که بنده هایم از من آمرزش میطلبند من آنها را میبخشم. تسلط یافتن شیطان بر کسی که در شب نماز نمیخواند. از ابو هریره رضی الله تعالی روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که خواب می شود شیطان بر عقب سرش 3 گره می زند. در هر گره می گوید شب دراز باد و بخواب. اگر بیدار شده و خدا را ذکر نماید یک گرهش باز می شود و بسازد و گره دیگرش گشاده می شود و اگر نماز بخواند آخرین گره گشاده می گردد و صبح با جسم سبک و خاطر خوش از خواب میخیزد. از ابو هریره رضی الله تعالی روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دوزخ یعنی گردش با شهوت‌های نفسانی پوشانیده شده است و جنت یعنی گردش با دشواری‌ها پوشانیده شده است. صحیح بخاری 6487، صحیح مسلم 2822. ای انسان، مواظب قدم‌هایی که روی زمین برمی‌داری باش. آیا با این قدم‌هایت به سوی گناه می‌روی یا به سوی نیکی؟ چون فردا همین زمین شهادت خواهد داد. یومئذ تحدث اخبارها. در آن روز قیامت زمین تمام خبرهایش را بازگو خواهد کرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.